نیمه شب صبح 13 نوامبر سال 2023 در قلمرو تاجیکستان دو زمین لرزه رخ داد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با استناد به معلومات خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان خبر داد که زمین لرزه اول شب 13 نوامبر سال 2023 ساعت 00:54 دقیقه به وقت محلی ثبت شده است. به گفته این منبع، مرکز آفات طبیعی در 215 کیلومتری شمال و شرق شهر دوشنبه و 15 کیلومتری شمال و شرق مرکز نویه تاجیک‌آباد جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش طبق جدول ریختر 4 بال، در تاجیک‌آباد 3 بال را تشکیل داده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت بر اثر این زمین لرزه کسی آسیب ندیده است و یگان انشاءات خراب نشده است. همچنین بنا به اطلاع زلزله‌نگاران تاجیک، صبح 13 نوامبر سال 2023 ساعت 08:34 دقیقه به وقت محلی زمین لرزه دوم به وقوع پیوست. شدت این زمین لرزه در مرکزش در 20 کیلومتری شمال و شرق شهر دوشنبه در حدود نوع ورزاب 4 بال و در پایتخت 3 بال را تشکیل داده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت خوشبختانه زمین لرزه دوم نیز یگان ضرر و آسیب به جا نگذاشته است. در همین حال پایگاه‌های بین المللی که زمین لرزه ها را در سراسر سیاره و صورت شبانه روزی پیگیری و ثبت می‌کنند، شدت زمین لرزه اول را در مرکزش 36 کیلومتری قرقینجه در نزدیکی مرز تاجیکستان و قرقیزستان 4.5 بال را تشکیل داده. شدت زمین لرزه دوم صبح 13 نوامبر در مرکزش در 12 کیلومتری مرکز نویه ورزاب 4.6 بال را تشکیل داد. بنا به معلومات این پایگاه، این دو زمین لرزه متناسباً در عمق 12 و 10 کیلومتر رخ دادند. یادآور می‌شویم صبح 11 نوامبر سال 2023 ساعت 09:24 دقیقه با وقت محلی در قلمرو تاجیکستان یک زمین لرزه دیگر نیز رخ داده بود. به معلومات خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان، شدت این آفت طبیعی در مرکزش 31 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه، 22 کیلومتری شهر نورک 4 بال و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. اکثر این زمین لرزه ها در شرق تاجیکستان و در مرز با افغانستان رخ می دهند.